ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز سلام علیکم تماشابینان عزیز. امروز ولاگ ما از همین پدرکاها و درون مغازین سر میشه. سر دختر ما درس بردم گفت معلومه ده پدرکگی همین پدرکا را گرفتیم. تماشابینان عزیز از سر میکنیم بلوچکا را، در اونجا شیر میدازیم، شکر میاندازیم، روغن، کم ترک نمک، دو روژ میاندازیم، بعدن آرد دوخته خمیر تیار میکنیم. خمیر ما تیار شد میمونه میرسه، بعدن سر میکنیم بلوچکا را تیار کردنش. خمیر بلوچکا راستی تماشابینان عزیز انم یک تا زولای کلان میگیریم، میمونیم کم تربو میگیره و بعد انم تنکش میکنیم. تنک میکنیم در بالاش وارینی میشکیم، کدام نمودی وارینی داشته باشه خونه ده همون را میشکی و رنگ رولت میپیچونیشه. پیچونده شیده منم خیل کورچقتی اکو گیر بگیر میبریمشه. تماشابینان عزیز بلوچکای ما پخته کنم خیلی آمده، بازی گرفته در تریلکا میمونیم و میبریم شکل. خیر تماشابینان عزیز ولاگ امروزای ما در همینجا به آخر میرسه. ای همت مینت دارم برای دستگیری و برای سخنهای خوب. رحمت به همه شما که کانال ما را دستگیری کردین. کسانی که ابونه شده نیست ابونه شوند، لایک و کامنتاری فراموش نکنند. خیر در پناه خدا باشین مردم خوب مسلمانی روی دنیا. همگی تا خداوند نگهبان باشد تا ویدیوهای آینده.